سلام، با بانک تماس گرفتیم. بفرمایید. داداش سلام، اونجا بانکه؟ درست گرفتم؟ بله قربان، بانک درست گرفتیم، در خدمتم. اگه کسی برای خرید ماشین وام بگیره قسطاشو نتونه پرداخت بکنه بعد از چند وقت، مگه شما نمیایید در منزل ماشینشو مصادره کنی؟ بله قربان، یه چیز خیلی طبیعیه. وقتی شما برای خرید خودرو از بانک وام میگیرید و نمیتونید اقساطتون رو پرداخت کنید، خب مسلما بانک هم خودروی شما رو مصادره میکنه. قربون دهنت، گل گفتی. من الان چند وقت وام ازدواج گرفتم، قسطاشم نمیتونم پرداخت کنم، پرداخت نکردم. میخوام ببینم چرا شما نمیای. آقا برای چی میخندی عزیز من؟ چرا نمیای؟ پاشین بیاین دیگه. داداش داری جدی حرف میزنی؟ آره من دارم جدی حرف میزنم، پاشین بیاین دیگه، خسته شدم من بابا.